أوحى به الله وحيا ففاض نور وأحيا وللحياة ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا ياتي ربيع هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خواهر و برادر عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم الله را سپاس میگیم که بر ما فرصت عنایت کرد و لحظاتی را در اختیار ما گذاشته که انشاءالله ما به خیر دنیا و آخرت ما ازش استفاده بکنیم و درباره مسئولیت‌های خود ما، درباره دین خود ما، درباره طرز زندگی که ما را به طرف خوشبختی‌های ما بکشانه چند لحظه با هم صحبت داشته باشیم. خواهر و برادر عزیز، ما در یک زمانی زندگی میکنیم که خیلی دنیا کوچک شده، وقت چنان سریع سپری میشه. ما فکر میکردم دیروز ما نماز جمعه خواندیم، در حالی که امروز باز جمعه بود. هفته ها مثل یک روز وارد شده، ماه ها مثل هفته شده. سبحان الله، عمر بسیار به سرعت تیر میشه. وقت ازش باید استفاده کنیم، نشه یک وقتی ما در حالت قرار داشته باشیم که باز پشیمان شویم که کاش این کارو میکردیم، کاش او کارو میکردیم، کاش این رو نمیکردیم. همگی او کاش ها بیهوده می باشه. ما از همین حال که خداوند عزیز در اختیار ما وقت قرار داده، نعمت های زیاد را الله در اختیار ما شما قرار داده. یکی از این نعمت ها همین صحبت رویارویی که ما شما داریم. ما از کدام سر دنیا با شما که در کدام گوشه دنیا هستین صحبت میکنیم. همین هم یک نعمت الهی است که ما الحمدلله ازش استفاده درست کرده بتونیم. خداوند منان ما را به عبادت کردن خودش دستور داده که ما الله عبادت کنیم و از هیچ عبادت دریغ نکنیم. این عبادت حتی تبسم بر روی یک دوست خودش، انسان اگر یک تبسم میکنه همین عبادت است. میخواد طرف از او یک پیام خوش بده، یک تبسم برش تحفه بده، او را دلش خوش کنه. میشه که پیش از او یک کمک جگر خون باشه، شما خنده طرفش سیل میکنین، اظهار محبت هم رویش میکنین. همین هم عبادت است. یعنی از هیچ عبادت میگه دریغ نکو. میشه که در همین عبادت کوچک که به نظر تو معلوم میشه همین یک کلی رضایت الله باشه. الله دیر کار تو از تو خوشنود شوه. چه سعادته که انسان خوشنودی الله کمایی بکنه. یک کسی ممکن است یک عبادت بزرگی را انجام بده، حج بره، یا یک مقدار پول بلند را بزرگی را در راه خدا صدقه کنه. اینا هم عبادت های بزرگ هستند. حتی یعنی
عبادت کوچکی هم اگر باشه او عبادت آدم ازش تیر نشود. فکر نکنه که نه عبادت ها و قدر و درد نمیخوره یا بسیار کوچک است من کلانترش انجام بدم. بنابراین همون عبادت کوچک هم میشه که یک پشت سرش یک مطلب باشه که شما همون عبادت انجام دادید و خداوند از شما خوشحال شد، راضی شد از شما. اصلا که هدف ما و شما رضایت الله هست. چقدر خوشبخت است انسان که به یک چیز کوچک او رضایت خدا حاصل شود. بعضی کسا اصلا جانشان در راه خدا قربانی میکنن، مالشان، اولادشان، که رضایت الله به دست بیارن. ابراهیم علیه السلام از اولادش تیر شد، از جانش تیر شد، سوختاندنش. فرزندشان کار داده، گلولش موندن، کش کردن. چه امتحان سختی بوده، چه عبادت بزرگی بود. ولی یک کس دیگه با یک لقمه که یک گرسنه را سیر کرده. بنابراین ما از هیچ عبادتی دریغ نکنیم. فرصت برای عبادت کردن در اختیار ما قرار بگیره، ما ازش استفاده بکنیم. و همینطور وقتی نماز می آید، نماز در اول وقتش انجام بدیم. نشه که و بعدن حالا خب وقت داریم، پسانتر میخوانم، بعدتر میخوانم بگوییم و ما فرصت نداشته باشیم. یا عمر ما کوتاهی کنه، یا یک کار برای ما پیدا شود که ما نتونیم نماز ما را در وقتش بخوانیم. پس میگه که اگر در نماز خود در اول وقت حاضر شد، شاید همی آخرین ملاقاتش با الله باشه. سبحان الله. نماز که ملاقات با الله هست. وقتی شما را یک کسی صدا میکنه، اگر فوراً بلی بگوین حاضر شوین، چقدر خوش میشه از شما که چه خوب به فرمان است. تا از زبان ما یک صدای برآمد، فوری حاضر شد. الله وقتی اول نماز داخل میشه، اذان داده شده، فوراً ازش استفاده بکنیم، خود برسانیم. میگه که میشه که این آخرین ملاقات تو با الله باشه. سبحان الله. و همینطور هیچ گناهی را ما کوچک فکر نکنیم که انجام میشه، پروا نداره. یکان وقت یکان گپایی میشه، میگه او قدر خود گناه نداره، انشاءالله خداوند میبخشه. توبه از این رقم گناهایی که کوچک فکرش کنیم. گناه باید هیچ وقت کوچک فکر نکنیم. اگر گناه به نظر ما به اهمیت شد و انجام دادیم، باز گناه های خیلی بزرگ دیگر هم انجام میدیم. و الله پناه ببریم که گناه به نظر ما خرد معلوم شود. میگه اگرچه گناه در نظر تو خرد بوده، نشود که خشم خدا در همین انجام همین گناه باشه. شما با دوستان شیشتین صحبت میکنین، یک وقتی شما را قهر ساخته، یک حرف از زبانتان میبره، یک کره دلش میشکنانی. در نظرتان عادی معلوم شد. نشه که در دل شکستن از این بنده خوب الله باشه. الله خوش نداشته باشه که این قلبش کس بشکنانه. یک گپ ناسنجیده از زبان کسی بیرون میشه، طرف مقابلش خشمگین میشه، آزرده میشه، جگر خون میشه. پس ما هیچ گناهی را کوچک فکر نکنیم. نشود که در همی کوچک شمردن همی گناه شما یک نامحرمی را طرفش سیل میکنید. خود چشم از سفتگیر نگید. در یک دفعه خود گناه نداره، شاید همه تو بعض وقتا در نظر آدم معلوم شود، اما شما قصدن سیل کردید. او یک دفعه که در نظر آدم یک نامحرمه یا یک گناهی به چشمش، یک چیز گناه آلود به چشمش میخوره، اگر ناآگاه باشه، قصدش نداشته باشه، خب همون رقم است که دفعتا چشمش خورده، پایان میکنه چشمش. اما اگر بگه یک دفعه خب پروا نداره، یک سیل میکنم که چی گپ است، اعوذ بالله. نشه که کوچک شمردی، این گناه خرد فکر کردیم، بی ارزش فکر کردیم، نشه که خداوند خشمگین شود. خشم الله در نظر ما باشه که اگر گناهی انجام میتیم، الله آزرده میشه، الله قهر میشه.
خشمگین میشه. از اون نقطه که حرکت کنیم تمام گناه ها به نظر ما بد معلوم میشه. خرد و بزرگ دیگه نداره. میگن از هیچ غمی ناله و فریاد نکن. یک مصیبت شامل حال انسان میشه، خب بیچارگی نکنه، بی‌صبری نکنه، داد و بیداد نکنه. میشه کمی امتحان الله باشه. شما را الله امتحان میکنه با یک مصیبت، با یک غم، با یک جنجال. پسی ناله و آه و فریاد کردن در برابر امتحان ناکام ماندو. بعضی مصیبت های خیلی کلانی هست که همونطور مردای یا زنای خداپرسته که او غمای بسیار بزرگ برش صبر میکنن، تحمل میکنن. به خاطر هیچ غمی، هیچ جنجال نیست که او آدم بی صبر و بی حوصله نشود. ولی این یک احتمال بده که میشه که الله مرا با همین مبتلا کردن به می غم یا به می مشکل، دچار کردن به می مشکل، مرا الله امتحان میکنه. بدون شک امتحان در خوشی هم هست، در غم هم هست. خود در خوشی بعض وقتا زیادتر انسان خودش گم میکنه. بعض وقتا شما نعمت‌های زیادی در اختیارتان قرار بگیره، مشغول همون نعمت‌های دنیا میشه انسان. میگیم که مال و اولاد سبب نشه که انسان از یاد الله غافل شود. با اولادش مشغول میشه انسان، یا با مالش مشغول میشه، با دنیا مشغول میشه، الله فراموش میکنه. این طرف چیزای مصیبت هست. در مصیبت ها ناچار یگان وقت ما الله میگیم. مریض میشیم، درد زیاد، یا رب یک مصیبت شامل حال ما شود، خدایا تو حوصله بدی، تو صبر بدی، کمک کن. و این چیزا به الله ما رجوع میکنیم. بنابراین ما در رابطه و در برابر هر غم و اندوه یا خوشی دست و پاچه نشویم. فریاد نکنیم، نشه که الله عزیز ما را امتحان میکنه در این دچار شدن ما با غم. مطلب دیگه هم خیلی زیبا هست که میگن بدقواره ترین یا زشت ترین قسمت بدن انسان کجا خود باشه؟ بینی انسان که کج باشه یا بی موازنه باشه، بدرنگ باشه، همین زشت ترین عضو بدن انسان است. یا ای که بدن اندام انسان است، شکمش برآمدگی می باشه، زیاد چاق میشه، یا یک حالتش هست که زشت نشان میده اندام انسانه یا جسم انسانه، بدن انسانه. آیا زشترین عضو بدن همین بینی بدقواره است یا می شکمی برآمده هست؟ نه خیر. زشترین چیز در وجود انسان ذهنش است، ذهن منفی، ذهنی که یعنی افکاری که، فکری که منفی باهی داشته باشه، در ذهنی که در اون نفرت باشه، کینه باشه، خشم باشه، بدبینی باشه، بدخویی باشه، سبحان الله، بی‌اعتمادی باشه. این ذهن، این فکر خیلی زشت است در وجود انسان. او بینیش خب بسیار مقبوله، بینی رو خب میشه عملیات کنه انسان، شکم هم میشه که خرد کنه انسان. اما ذهن، فکر خراب، فکری که در برابر دیگرها هیچ مروت نداره، بخشش نداره، برخورد بسیار زشت میکنه، اعتماد نداره سر مردم. اینو که عملیات هم نمیشه. اینا رو چه رقم اصلاح میکنه؟
عملیات هایی که جراحی میکنن بینی را، گوش، چشم، که از اونا یک مقدار پول مصرف میکنن. علم طب با جای رسیده که او عیب ها را که در جسم انسان است اونا را میوردارن. بینی زیبا میشه، شکم زیبا میشه، سپورت میکنن شکمشان خرد میشه، یا بعضی حرکت های انجام میتن که اندامشان درست شود. ولی ذهن، فکر. پس ما اگر میخوایم زندگی ما زیبا شود، این ذهن جور کنیم، این فکر ما را جور کنیم. اما قسمی که مصرف میکنیم قواره ما زشت معلوم نشود، عملیات میکنیم، جراحی میکنیم، پول مصرف میکنیم. خب برای زیبایی ذهن ما تلاش کنیم، پول مصرف کنیم. این ذهن چه رقم آرایش کنیم، چه رقم میره صفا بسازیم که افکار منفی و منفی بافی از بین بره، جایش محبت بگیره، اخلاص بگیره، شفقت بگیره، بخشش بگیره، اعتماد بگیره. شما میگن اگر ذهنتان زیبا باشه، زندگی را برای خودتان و با ما حولتان زیبا میسازه. ذهن خوب. تمنا میکنم که ما ذهن ما را خوب کنیم. لباس ما میشه که بهایش کم باشه، کسی متوجه نشود که این لباس ما ارزان است یا قیمت است. ولی اگر من لباس بسیار زیبا داشته باشم و اخلاقم خوب نباشه، او زیبایی لباسم به درد نمیخوره. میگه فقر ایست که در حالی که لباس بسیار مد آخر باشه، مرتب باشه، مقبول باشه، اما این دل مرتب نباشه، پر از کینه و نفرت باشه، دل چرک باشه، و لباس هر قدر پاک باشه، بازم فقیر است انسان. یعنی از فقر انسان وقت خودش بگویه من خلاص شدم، که یک لباس مقبول داشته باشه، قیمتی داشته باشه، نخیر. این دل پاک، دلی که وقتی برش نزدیک شوند، حرفش بشنوند، بفهمند که خیلی آدم با استعداد است، آدم خیلی بزرگ هست، ولو از نظر کالایش کنه باشه، عیب کالایش و اخلاقش میورداره. اما اگر اخلاق خراب بود، دل خراب بود، او لباس رو جور کنه نمیتونه. همین رقم اگر یک ماشین خوب، آخرین مدل، موتر، داخلش هم تمام وسایل مورد ضرورت یک انسان باشه. حالا بعضی ماشین‌ها یا موترها هست که در مابینش یخچال هم هست، تلویزیون و اینا عادی هست. این موتر داشتنش از فقر نمایندگی، از غنا نمایندگی نمیکنه، از ثروت انسان نمایندگی نمیکنه. فقیر است اگر البته یک کسی که موتر بسیار لوکس، ماشین لوکس داشته باشه، اما دلش پر از کبر و غرور باشه، هنوز فقیر است. در دورش کسایی هستن که مثل خودش اگر صاحب موتور آرگا و بارگا باشه، اگر کسی سلام علیک کنه، بسیار مردم های دیگه از کبر و غرورش فرار میکنه. غریب است، فقیر است، تنها است. اون موترش و درد رفت آمدش میخوره و بس. یا اگر یک خانه بسیار قشنگ، ویلا به حساب وطن شما قصر و کوتی باشه،
این آدم فقیر است اگر که در داخل از این قصر، در داخل از این ویلا آرامش و آسایش نباشه، بین اعضای خانواده کشمکش باشه، جنجال باشه. اینجا بسیار کسا هستند که ویلاها قصرها داشتن ولی در داخل خانه آرامش نداشتن. قصرها همه مانده و خودشان رفتن، حتی خود کشتن. آسایش در خانه او از غنای از او خانه است، نه ای که دروازه هایش بسیار مفشن باشه و دستگیر و قلفک اینایش طلا یا نقره و یا از یک چیز قیمتی باشه. بازم این غریب است، غریب یا فقیر است. چرا؟ تو خانه آسایش نیست، آرامش نیست. بچه ها مثل که به هتل بیاین یا یک لیلیه باشه، فقط بیاین برای خواب کردنشان، برای خوردنشان، نه که پدر ارتباط داشته باشه، نه که مادر، یا پدر هم قسم باشه، شوهر و خانم هم رابطهشان تنها فقط برای یک لقمه نان خوردن و برای استراحتشان بیاین در خانه. با وجود خانه خیلی فشنی باشه، باغ داشته باشه، میوه داشته باشه، گل و گلزار باشه، اما آسایش و آرامش اگر نبود، او خانه نیست دیگه، او قصر نیست، زندان است. میگه بالاترین مدرک تحصیلی را اگر انسان داشته باشه، دکترا داشته باشه، از نظر درس و تعلیم هم به حد استادی و پروفسوری رسیده باشه، اگر از دینش خبر نداشته باشه، از عقیدهش خبر نداشته باشه، سوره فاتحه را خوانده نتونه، این خیلی فقیر است. این دیپلم چی داره؟ این دیپلم به دردش نمیخوره. چند روزه که در این دنیا هست، اونم یه شاید کتش استفاده کنه، ولی که یک کاغذ خالیست، ممکن است از اون طریق یک معاش داره، یک نام کشیده، اما فقیر است. عقیده و از دینش بیخبر است. او کسی که وقت داشته باشه و برای خواندن پیام‌های مختلف از فیسبوک و توییتر و نمی‌فهم واتساپ و از اینا شروع کنید، همیشه بالای کامپیوتر خودش از همه چیزا رو میخونه، ولی که یک صفحه از قرآن کریم نمیتونه خونده، وقت نداره. این فقیر است. این نگوید که من کمال دارم، من قدر ارتباطات دارم که تمام دنیا رو در چند روز، در چند ساعت من خبردار میشم. این فقیر است. این برای خواندن یک صفحه قرآن وقت نداره، صدها پیام میخونه. اعوذ بالله. این فقر کجا ببره؟ مسجد ده همسایگیش است و این وقت نداره که به نماز بره. بعضی کسا کوشش میکنن که خانهشان نزدیک مسجد بسازن، بگیرن، خانه بگیرن. هازا خانه و هازا مسجد که میگفتن، یعنی که این خوشبخترین انسان ها باشن که در نزدیکی مسجد خانه داشته باشن، که 5 وقت نمازش در مسجد بخوانه. اما میگه بسیار فقیر است او کسی که در پهلوی منزلش مسجد باشه و یک وقت هم در مسجد نماز به جماعت نخوانه. چی نیک وقتی هست که انسان پهلوی خانهش مسجد باشه و ای که نتانه رفته، از این که در بدبخت و شقی کسی هست دیگه. شما وقتی در مسجد داخل میشین، یکی از آدابی که داخل مسجد میشدیم همین بود که پیامبر عزیز ما میگن صلی الله علیه و سلم، وقتی که داخل مسجد میشین شما با پای راستان داخل میشین و بعد از یک صلوات میفرستین بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم، دعا میکنین اللهم افتح لی ابواب رحمتک. خدای دروازه های رحمت برای ما باز کو. شما کجا میرین وقتی مسجد میرین؟ در مخزن رحمت میرین، و جایی که رحمت الهی میواره. شما
فقیر است او کسی که نمیتونه مسجد بره، در نزدیک شما است. چقدر تشویق شده که شما هر قدر اگر مسجد از خانه‌تان دور است، صدای اذان شما شنیدید، شما برین به طرف مسجد. هر قدمی که تو میبرداری طرف مسجد میری، یا همگیش برای تو حسنه است، در ترازوی اعمالت اضافه شده میره. این تشویق است که تو نگو که راه دور است، هر قدمی که تو از او که خانیش نزدیکتر است، ثواب تو بیشتر است نسبت به این که از جای دور طرف مسجد میای تو. و او فقیر است، شقی هست که پالوی خانیش مسجد باشه و این نماز جماعت در مسجد نخوانه. اعوذ بالله، اعوذ بالله. یک کس دیگه هم فقیر است. او فقیر است که برای خوشی مردم شب و روز تلاش میکنه که مردم از من خوش باشه، ولی خوشی الله فراموش کرده. سبحان الله. بدون شک انسان ها را خوش بسازیم. ایمانا نداره که ما انسان ها را خفه بسازیم، الله خوش بسازیم. الله وقت ما خوش میدازیم که انسان ها را هم خوش بسازیم. الله خوش نمیشه اگر ما انسان ها را از خود خفه بسازیم، انسان ها را سرش قهر شیم، خشمگین شیم. به این خاطر تلاش ما برای کمایی کردن رضای الله که باشه، و از الله ما را این توفیق میده که ما مردم هم از خود راضی بسازیم. او وقت است که انسان هم رضایت الله به دست آورده، هم رضایت انسان ها را. اما اگر تلاشش برای خوشی مردم بود، الله فراموش کرد، اما مردم هم ازش خوش نمیشن. هر چقدر تلاش کنیم که ما انسان ها را خوش بسازیم، خوش ساختن یک انسان اینقدر سخت است نسبت به خوش ساختن الله. الله اینطور زود میبخشه که انسان ها نمیبخشن، انسان ها نمیبخشه. بسیار کسا هستن میگه من رفتم عذرخواهی کردم مرا نبخشید. بعضی کسا میگه من زیر پای شفتید و مرا نبخشید. ولی برای الله یک دفعه از قلبت صدا کن که خدایا مرا ببخش. الله در اون لحظه تو را میبخشه. خوشی الله هم تو است. رضایت الله، رضایت مردم اینم تو است. یک کسی بود میگفت که عروسی کرده بود، باز بر از اینکه مردم زیادتر خوش شون و نگوین که به دی مجلس دی محفلش کوتاهی کرده بود، ما را درست پذیرایی نکرد، و برای هر مهمان یک گوسفندم گفته آخر هدیه میتیم برشم. مهمان ها وقتی میبر آمدن برای هر کس یک گوسفنده اینا تقدیم میکردن، اما فراموش شده بود که در گردن گوسفند یک ریسمان را یا یک کمربند یا یک تصمیره که گوسفند برش بسته کنن، این فراموش کرده بود. وقتی که میگرفتن گوسفند میگرفتن، باز میگفتن سگ کلان آدم چقدر مصرف کرده بود، بلا زده بود که یک ریسمان 2 روپیه یک ریسمان نخریده بود، چقدر سختی کرده بود. سبحان الله. یادشان رفته بود که او چی مهمانی مجلل جور که داخلم یک گوسفند برشان زنده هدیه کرد. خوش نشدن که 1 متر ریسمان سختی کرده بود. ریسمان اگه برامون میداد و این بسته میکردیم میبودیم. بنابراین خوش ساختن مردم، راضی ساختن مردم بسیار دشوار میشه یگان وقت که شما رضای خدا را یادتان نروه. الله راضی بسازیم، انسان ها را راضی میسازیم. میریم به یک میان برنامه و بعد باز دوام میتیم صحبت های خود ما را. السلام علیکم و رحمت الله. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى، حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى.
پیامبر علیه السلام سوال کردن آیا میدونید آدم مفلس کیه؟ آدم ورشکسته. صحابه عرض کردند که آدم بدبخت بیچاره همه چیز از دست داده، نه خونه و نه زندگی و نه مال و نه منال، هیچ. ما هم میگیم نه فلانی ورشکست شد، مغازه و خونه و ماشین همه از دست داد. پیامبر فرمودن علیه السلام مفلس حقیقی کسی دیگه هست، این دنیاشو از دست داده، دوباره جبران میکند، به دادش میرسند، دوست رفیق به یه نحوی زیر بغلشو میگیرن، حمایت ازش میکنن. اما مفلس حقیقی کسی است که در روزی ورشکسته میشود که نه دوست، نه پول، نه پارتی، نه پدر، نه مادر، غمخوارترین فردم نمیتونه ازت حمایت بکند و به دادت برسد. اون روزی است که همه از هم فرار میکنن. ورشکسته حقیقی کسی است که در روز قیامت میاد، نماز، روزه، زکات همه تر پروندش هست، ثواب نماز دارد، ثواب روزه داره، ثواب زکات داره و اعمال دیگر. اما در پیشگاه احکم الحاکمین وقتی می ایستد بدهکار است، بدهکار بندگان خدا. یکی میاد میگه پروردگارا همین بنده ات، من ازش طلب دارم، به من دشنام میداد. یکی میاد میگه به من تهمت زده بود، یکی میاد میگه مالم خورده بود، یکی میاد میگه نمیدونم ریخته بود، زیر گوشم زده بود، بهم کتک زده بود. میان طلبکارا، پروردگار دستور میدهد به مأمورینش و فرشتگان که بگیرید از ثوابهای او، بر میدارن میدن به طلبکارا. فرشتگان اعلان میکنن در حالی که الله جل شأنه خود عالم است، ای پروردگارا ثوابا تموم شد، هنوز صف کشیدن طلبکارا. پروردگار میفرمایند از گناههای طلبکارا بردارید، بر دوش این بدهکار بگذارید و سرازیر جهنمش بکنید. حیف نیست؟ داریم زحمت میکشیم، مواظب زبانمون باشیم، مواظب این دستمون باشیم، این راحت بالا نره. یه چیزی بهمون گفتن بزنیم زیر گوش مردم که زور داریم، کسی نتونه با ما حرف بزنه، اینقدر پرخاشگری. مسلمون کسی است که مسلمانان از دست و زبانش در امان باشن، این مسلمونه. أوحى به الله وحيا ففاق نور وأحيا به وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا وللحياة ربيع يهمي على الروح ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد
خواهر و برادر عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فقیرها را معرفی میکردیم که فقر یک مشکل کلان است برای یک انسان. یعنی فقر از نظر اقتصادی تنها نیست که ما پول نداشته باشیم فقیر هستیم، خانه نداشته باشیم، ماشین یا موتر نداشته باشیم ما فقیر هستیم، وسایل رهایش در خانه ما نباشه ما فقیر هستیم. برعکس، از فقر گپ میزنیم که همین چیزها را تمامش داشته باشه یک انسان، از اسباب معیشت و زندگی دنیا از لوکسترینش برخوردار باشه، ولی که یک چیز دیگر اگر نداشتی فقیر است. سبحان الله. کسی که پدر و مادرش زنده باشه ولی از خدمت کردن به پدر و مادر محروم باشه، این فقیر است. نداره مثل که پدر و مادر. اگر پدر و مادر هم در دنیا حساب بکنیم، خوشبخت هستن او اولادایی که پدر و مادرایشان زنده است. چرا؟ قوت دلش هستن، خدمتش میکنن، خوشیش میخوان، سعادتش دعا میکنن، همیشه خاطرخواهشان هستن، پدر و مادرش هست. این از نعمتهای بزرگی است که یک انسان پدر و مادر داشته باشه. اما پدر مادر باشه ولی او انسان در خدمت پدر مادر نباشه، این هم فقیر است، نداره. عزیزای من، از پدر مادرایتون با خبر باشین. پدر مادرها هر چقدر سنشان زیاد میشه، همون قدر انتظارشان بالا میره از اولادشان. وقتی جوان هستن خود ناز میکنیم، غال مغال میکنیم، جنگ میکنیم، قار میکنیم، اگر ناز کنیم بگویم تمام چیزها رو در حقشان اگر روا داری میکنیم، هر ناروایی را وقتی که جوان هستن حوصله دارن میبخشن، ما تیر میشن. بچه هستن میگه جوان هستن، خرد هستن، بیعقل هستن، خودشان بر خود او را توجیه میکنن که در دل خود او حرکت از او یا او حرف از او را جدی نگیرنش. گمش کن، برو بابا مشتش نگه. اما وقتی که پیر شدن طاقت اوف شما را ندارن دیگر. به این خاطر او عزیزایی که میخوان غنی باشن تا پی فقیر در سرشان نخوره، فقر دامنگیرشون نباشه، اینا پدر و مادر خود خدمتش بکنن. اگه مادرشان هست یا پدرشان هست یا هر دوشان هست، خوشبخت است که هر دوش باشه خدمتشان نکنن، دعای هر دوش به دست بیارن. فقیر کی است؟ او کسی است که در بیرون همراه دوستایش، همراه مردم بسیار خوشخوی است، پیشانیش ترش نمیشه، صدای بلندش کسی نشنیده، جان و قربان میگه. اما در خانه وقت آمد با اعضای خانواده خودش چنان زشت، چنان ترش روی، چنان بدخوی. سبحان الله. این آدم فقیر است. این خویات داره اون خوشخویی و خوشخلقی رکت مردم در بیرون، اما در خانه که میآید. پس ما نباید این کار بکنیم. وقتی یاد داشته باشیم که خودمون خوشخویی میکنیم، با دوستای خود خنده و مذاق میکنیم، ولی خانه که آمدیم دوستای نزدیکترین ما خود خانه هستن. اگه اولاد است، اگه خانم است، اینا بسیاری وقتا در خدمت شما هستن برادرای عزیز من. و همون رقم خانم اگر در بیرون که کارخوندهای خودش جان قربان میگه گپ میزنه، در خانه همراه دخترش، همراه بچهش، همراه شوهرش، همراه بقیه اعضای خانواده جان قربان که نمیگه، این فقیر است. این محروم است از این لطف پروردگار که در خانه و ایران عملی نمیکنه. این ساده است، بسیار ساده است. برای خودش یوازه که یک آرامشگاهی در درون خانه داشته باشه، آسایشگاهی در خانهش باشه، خانه برش دوزخ است که هر کس درگیر است، گپ خوب گفته نمیتونه. او فقیر او هست که میگه
دنیای خود آباد کرده، در دنیای خودش هیچ کمی نداره، اما فقیر است. چرا فقیر است؟ که برای آخرت خود کار نکرده. آخرتش ویران است، برباد است. توشه آخرت، این خود دنیا خود کشزار آخرت بود. اینجا چی کشته؟ همه را در روی زمین کاشته که خودش زمین استفاده کنه. بر اون طرف بردن هیچ نداره. هیچ در فکرش هم نبوده، هیچ در برنامه‌اش نیست. سبحان الله. این فقیر است، نه؟ وقتی که غم آخرتش نبوده، دنیا رو جور کرده و یک چند روز بعد هم دنیا میره. اما این زحماتی کشیده سر خاک میمونه و میره، دیگر رو ازش استفاده کنه. اونا ازش خوش میباشن نمیباشن. اونا قدر جمع کردگی های زیر دارن ندارن. زحمت ها نکشیده، دیگر ها میراث خور هستن و ورثه مانده. زحمت ای کشیده، جوابش هم میمیته. این فقیر است، برای آخرتش هیچ چیز نداشته. یعنی یک جمله که داخل از این فقیرایی که بیان کردیم الحمدلله، فقیر حقیقی یا فقر حقیقی فقر ایمان است. ایمانش ضعیف است یا هیچ نداره، این فقیر است. هر چیز دیگر که داشته باشه، ایره که نداشت، فقر اصلی همی است. بدبختی، شقاوتش. سبحان الله. و این فقیر اگر که اما تا دست خالی رفت از دنیا، هیچ چیز با خودش نبرده، عمل صالح نداره که در روی سبب نجاتش شود، پس فقیر است دیگر. فقیر اصلی همی است. مثل که مفلس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معرفی میکردن، میگفتن مفلس کی است؟ یکی گفت که کسایی است که نان نداره، یکی گفت او نداره، یکی گفت که خانه نداره، زندگیش خراب است، فلان فلان. ولیکن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که مفلس حقیقی او کسی است که وقتی قیامت برپا میشه، ترازوی حساب و کتاب برپا میشه و این آدم چیزی نداره که تولش کنن. برعکس. چرا؟ این بسیار چیزای با خودش برده بوده، از اعمال صالح داشته، اما در روی وقتی که میره، مردم حقش سر زیاد مانده. هر کسی میاینو از این حق طلب میکنه. یکی نمازش میبره، یکی روزیش میبره، یکی حجش میبره، یکی صدقه و خیراتش میبره، لطف خوشش میبره یک چند نفر. خلاص شد دیگه، قطار در لین استاد است. مردم حق دارن، حقایشان خورده، پولشان خورده، یا یک کاری کرده که حق از اونا سر از این مانده، غیبت کرده. یک در از میراث محروم کرده. آن خیلی رقم چیزا خیلی مود شده، رایز نمیشه و روز بسیار میشنویم که خواهر خود از میراث محروم میکنن، زن از میراث محروم میکنن، مادر از میراث محروم میکنن، بعض وقتا بچه های یتیم از میراث محروم میکنن. اینا همه حقوق مردم است. شما چطوری را جواب میتین؟ مهر خانم خود نمیتن. این مهر خود حق است، او خود نبخشیده. پس این مفلس در اوجه این جواب میده، باید بپردازه اوجه. چی نمیده؟ ثوابایی که داشت بردن. حالا خانم بیایه که مرا طلاق کرد و مهرمم نداد. چند بود؟ ما بسیار کلانکارکا داریم که نوشته میگه که امو قصر برش نوشته کو 20 جریب زمین، نوشته کو $1,00,000. کی داد کی گرفت؟ بله، این دنیا کی داد کی گرفت. لیکن بازی خانه هم بسیارش ویران میشه.
جنگ میشه بین زن و شوهر، جدا میشن، مهرشن نمیته، باجوری میکنن برشان. سبحان الله. آلوجه که رفته ثواب که نماز و روزه و زکات اگه بود اینا خو رفت بردن. دلین بسیار نفر استاده است، انتظار استن عالمیان پرسان میکنه مرا حق مرا بدی. تو یک وقت مرا دشنام دادی، چی گناه کرده بودم؟ یک وقت یک قفاق زده بودی، یک وقت یک چیزی مرا گرفتی پس ندادی، یک وقت غیبت کرده بودی، یک وقت بهتان کرده بودی، بدی. نداره چیزی. پس از گناه های از اینا سرازی میپرتن. در روز مفلس هستی چیز دیگه نداره، مجبور میشن که گناه های اونا رو سرشانهای خود بگیرن، اونا رو سبک ساخته میره بار گناهشانه. پس مفلس حقیقی میگه ایست. همین رقم فقیر حقیقی او کسی است که از ایمان بی بهره باشه. ایمان داشته بسیار یک گوشه یک جایی، اعمال صالحش چی بوده که ببره با خودش خالی از دستش. سبحان الله. از تو روزا با الله پناه میبریم که ما را کسی در جمله فقرای حقیقی حساب کنه یا مفلسین حقیقی حساب کنه. حالا یک قصه هم بر شما بگویم. در این هم یک پنده هست. یک شیر مست پادشاه جنگل از یک گوشی بر آمد و آمد رو غرید و سعی کرد یک گاو مسکینه هدف قرار داد، رفت گرفت چپا کرد، خوردن شروع کرد. هر لقمه‌ای که میکند، هر گوشتی از بغلش که میکند، باز سر خدا بلند میکرد، یک نعره میکشید که نه سلطان جنگل گاو چپا کرده و آل خورده رئیس. هر لقمه‌ای که میکند باز سر خدا بلند میکرد، یک فریاد میکرد، نعره میکرد. در این وقت شکارچی یا صیاد در جنگل پشت صید میگشت. یک وقت شنید یک صدای نعره شیر شنید. آمد آهسته این صدا را تعقیب کرد، رفت نزدیکش آمد، دید که به چه شیر مسته، دانش خون پر است و گاو مسکین چپا کرده، هر بغلش میکنه و میخوره و یک داد میزنه، یک چیغ میزنه که این منم سلطان جنگل. از کبر و غرورش و دیگرها فریاد میکنه. صیاد یک گوشی خدا میگیره و نشان میگیره، هدف خوب دقیق فایر میکنه، گرم فرق سرش جای به جای شیر از پای در میاره، میایه سر لاشیش پوستش میکنه و پوستش میبره. سبحان الله. در اینجا چیکار شد؟ همین غرور خودش این خود شکار به دست آورده بود، موفق شد، هدف گرفت و مقصد خود رساند. اما این کلانکاری ها چی بود؟ این نعره کشیدن ها چی بود؟ میگه همین فریادهای بی جای موفقیتی که به دست آمده ای را از دست میده. یعنی غرور. وقتی انسان موفق شد دیگه باز غرور نکنه، کبر نکنه، کبر پیدا نکنه که نه من کامیاب شدم، من بردم، مسابقه را بردم. در این مسابقه های جهانی میبینیم که اگر یک وزن بردار است وزن بزرگترین وزن را که قیل میکنه، باز چی میبینه؟ خیز میزنه و بالا میره و بالا میره که من ریکارد شکستم. یا او کسی که گول میزنه میبینیم که با چی شکل دوش میکنه و دستار قیل میکنه و بعض وقت میبینیم که لباس خود بیرون میکنه و یک غرور گرفتیش که من مرد میدان گل زدم. یعنی موفقیت خودش میگه که غرور سبب میشه بعض وقت اگه انسان کم ظرف باشه، موفقیت سبب میشه که او متکبر مغرور شود، دیگرها را پیش خود مغلوب ببینه. دیگه همه مغلوب هستن، این موفق شده.
دیگه موفقیت خودش بر افراد کم ظرف گستاخی را به بار میاره. سبحان الله. یا مقدمه گستاخی است همین موفقیت و انسانهایی که ظرفیتشان خرد باشه. برعکس کسایی هستن که کارهای بسیار بزرگ را انجام میدن، موفق میشن، اما قدر تواضع پیدا میکنن، اما قدر شکسته میباشن. رسول خدا صلی الله علیه وسلم وقتی مکه را فتح کردن، مثل که بگویم آرزویشان بود که مکه به زیر بیرق اسلام فتح شود. دشمنای اسلام، دشمنای دعوت، دشمنای الله، اینا به آخره پای ببرند به حقایق دین ما. اما رقم شد، مکه را فتح کردن. وقتی داخل شهر میشن میبینیم که سر مبارک پایان است، مثل قهرمانایی که شهر را فتح کردن شمشیر بلند کنه و چیغ بزنن و طورا نمیکنن. سر شترشان یا سر اسبشان یا سر مرکبی که بالا بودن، سرک مبارک از تواضع پایان بود. سبحان الله. نمونه هستن. فاتح مکه آمدن، یک تواضع و شکستگی، استغفار میکنن، از الله طلب بخشش میکنن، میخواین که خدایا سوره فتح، سوره نصر، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. فوج به طرف دین مردم میآید، اما در اینجا پیامبر عزیز یگان ذریعه از کبر و غرور در وجودش پیدا نمیشه. هنوز از پروردگار خودش استغفار طلب میکنه. ما هم در زندگی ما موفقیت خوب است، انسان موفق شود در هر کاری که اراده میکنه. خدا از خداوند طبعا کار خیر، کاری که به درد انسان میخوره و خیر انسان است، نه خداوند نخواسته در کارهای شر نی، در کارهای خیر وقت موفقیت به دست میاره یعنی به آرزویش رسیده، هیچ از غرور پیدا نکنه، از الله بدانه که الله بود که موفق ساخته دی کارش، سبب غرورش نشوه. به ترتیب ما در زندگی خود ما ایره همیشه متوجه باشیم. شما در دفتر کارتان هستین، شما یک رتبه بالا میشین، با یک مقام بالاتر میرسین. شما در برابر زیر دستایتان هنوز شکسته شوید. نگوین که ما رتبه 2 بود نمره 1 شد، رتبه ما 1 شد، ما فوق رتبه شد، معاشمان بالا رفت. یا رب تشکر میکنم خدایا و من توفیق بده که من این پول رکال میگیرم، این مقامی که به من داده شد، این رتبه ما که بالا شد، من اهلیت همین مقام داشته باشم. خدایا و معاش که من میگیرم الهی کار بکنم که این معاشم حلال شوه، این موفقیت سبب گمراهیش نشوه. حالا کسایی که مدیر هستن، رئیس میشن، باز خلطهای چرمیشان کلانتر میشه. حالا مراجعینشان چه رقم بدام پرتن، چند نفر دیگر رو باید جیباش خالی کنن. اعوذ بالله. اگه وزیر میشه به به هنوز بالاتر میره. در حالی که اینا سبب اموس نی آدم کم ظرف اگه باشه میگه این استقای رتبه ازی رسیدن به موفقیت، این گستاخ میسازه، این مغرور میسازه. پس ما یک امتحان فکر کنیم. ما مسئولیت زیاد شد، شما کامیاب شدین در کارتان، پس یک مسئولیت دیگه به دوش شما آمده. آل از شما من حیث یک شخص فاتح، یک شخص کامیاب، یک شخص لایق مردم انتظار کارهای خوبتر از شما داره. عکسش نباشه. صحابی مبارک وقتی والی شهر مقرر میکنن، اول خود نمیره، گریه میکنه که من نمیتونم، اما جواب خودم داده نمیتونم، شما یک ولایت در گردن من انداختین، من مسئولیت اهالی از اون ولایت ندارم،
او خادم از او ولایت میشه، مسئول از او ولایت میشه، باید از تمام کم و کاستی های از اون مردم خبر باشه. گرسنه در اونجا هست، کدام مظلوم هست، بیچاره هست، بیوه هست، اینا رو باید رسیدگی کنه به حالش. و صحابی گریه میکنه که من نمیتونم، ولی مجبورش میکنن که باید بری. یعنی از نالایقیش نبود، او لیاقتش داشت، اما میترسید از وظیفه. مسئولیت برش معلوم میشد. حال ببینیم برعکس ما خود ما میریم مردم رشوت میتیم، مردم واسطه میسازیم که ما به این مقام برسانیم. سبحان الله. تبلیغات برش میکنیم که ما میخوایم که به اون مقام برسیم. دوستای را پیدا میکنیم، ایش که نشد دوست نیافتیم، پول پیدا میکنیم، پول میتیم که ما اون چوکی رو میخوایم بگیریم. تمام از اول معلوم است نه که وقتی که تو به خاطر رسیدن به اون چوکی از واسطه و وسیله و پول و اینا استفاده کردی، چی بود مقصد تو؟ خدمت کردن به مردم؟ استغفر الله. تو ولی پیسای باید خرجایی که کده بودی و پیسایی رو مصرف کردی باید اونا رو بکشی. او والی میگه وقت صبح بیرون میرفت سیل میکرد که کدام کسی محتاج هست که دستش بگیرم، کدام کسی ضرورت داره. یک وقت میبینه که یک مسافر داخل شهر میشه، بار کلان در دستش هست، نمیشناسه که والی شهر است. وقتی که پولوش می سلام میده، میگه که بارت گرنگ است، من کمک کنم. میگه بفرما خدا خیرت بده. بارش میگیره والی، پالوش میآید، کجا میری تو؟ فلان جای میره، با آدرسش رو میبره. یگان کسی که از شهر هستن صبحی که میاین روی والی سلام میتن به والی که والی سلام علیکم. این مسافر حیران میمونه که خدایا چی میشنوم؟ این خو یک حمال یا یک جوالی است که ما بارم گرفتن. این خو والی شاه معلوم میشه، این خو مردم برای سلام میتن که والی سلام علیکم. پسان قایم میگیره این شخصه که بله خدا بسیار ببخشید تو والی هستی، ما بسیار گستاخی کردیم نشناختم، مرا ببخش، من توی بار مرا چرا؟ بگذار که ما بارتت به منزلت برسانم، تو نابلد هستی، زله و مانده آمدی، ما میخوایم هر چی کنم نمیگه الا که من تا خانه تا اونجایی که تو میگی تا که من نرسانم، من این بار برای هیچ کسی نمیتونم. اینی افراد مسئول خدا پرست، افرادی که از مسئولیتشان میترسن که سوار روز قیامت از وقت کسی پرسان نکنه. در همین دنیا خوب پرسان میشه. اما حال ما با یک وقتی هستیم که کسی پرسان کرده نمیدونه از مسئول هر چی که کرد دلش. ما در وقتای در قانون اساسی نوشته بود، از ظاهرشاه تعریف کرده بودند که شاه کسی است که واجب الاحترام غیر مسئول. اعوذ بالله. احترامش واجب است سر رعیت و ازش کس هم حق نداره سوال کنه. واجب الاحترام غیر مسئول ایره به شاه نسبت میدادن. شاه همت یک کسی هست. اعوذ بالله. این خو الله هست که کسی حق نداره ازش سوال کنه. از پیغمبر سوال میکرد مردم. واجب الاحترام غیر مسئول الله هست. الله هیچ کدام ما حق نداریم ازش پرسان کنیم چرا این کار کردی، چرا این کار نکردی. الله صاحب ما هست، مالک ما هست، خالق ما هست، رازق ما هست، همه چیز ما همو هست. باز کجا پرسان کنیم؟ پس ما وقتی که به یک مقام رسیدیم باید که همو حق او مقامه در نظر بگیریم، حقش ادا کنیم. اگر پادشاه هستیم از کل رعیت از ما سوال میشه. حق این مقام باید داشته باشیم، صلاحیت مقام داشته باشیم، مسئولیت مقام داشته باشیم، لیاقت از اون مقام باید داشته باشیم. بیاین باز بریم به یک میان برنامه. امیدوار هستم که امدفعه تلفنم شماره تلفن به صفحه انداخته شود. شما عزیزانم صدای گرمتانه بکشین که ما هم دق شدیم پشت صدای شما هم گپ بزنین و در برنامه ما مرچ و نمک و یا دیکور برنامه ما رو شما انجام بدین که برنامه ما زیبا شود.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. الحكمة ضالة المؤمن. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که از تلفنام استفاده شود، صدای مبارک شما را بشنویم و شما هم چیزایی برای گفتن داشته باشین از پند و اندرز شما هم بگوین که برنامه را زیباتر بسازیم. میگن مشکلات که انسان در زندگی خود میبینه یک حالت طبیعی داره. هیچ کسی نیست که در زندگیش مشکل ندیده باشه یا نبینه. پس وقتی مشکل داخل زندگی انسان میشه، انسان برای نابود کردنش نیست که انسان از پای پرته. برعکس این کمک میکنه که انسان ساخته شود. یک مشکل در برابر شما دیده، چه رقم از این مشکل خود خلاص کنه. یاد میگیره که من از این مشکل چطور برایم و میفهمه که من چقدر مقاومت خواهد داشتم در برابر از این مشکل. تسلیم مشکل نشود. پس مشکلی که در زندگی انسان میآید این را استقبال کنه، نگرید از گیر مشکل. این من نمیتونم، این طور زندگی سخته من پیش بردن نمیتونم. نه، کسایی که از شما دورتر، اینا خدا میدونه چی مشکل بزرگتری از ما را متحمل شدن و زندگی را پیش بردن. ممکن است یک وقت ما نان درست یا نان گرم نداشته باشیم در سرخانه ما. بچه ها نان باسی را نخوردن تا حاله نان گرم نیست. نان باسی را میریم از ناندانی میکشیم میخوایم که بخوریم. بچه ها یک قسم بیگانگی میکنن. نه اولاد عزیزم، یک وقت میشه که هیچ نان نباشه، باز وقت چطور میکنی؟ مثال های بیرون بتیم برشان. فقیر و فقرایی که در بیرون منزل شما هستن، در بیرون منطقه هستن، او بیچاره چه رقم زندگیشون پیش میبرن. نانای سوخته و از آشغال میکشن میبرن در خانه میخورن. سبحان الله. اون روز یک کس قسم میکرد، میگفت که در افغانستان علمای ما، امامای مسجد ما بیچاره خیلی مظلوم بودن. کم کسایی پیدا میشد که از نظر اقتصادی که خودش عالم دین باشه یا امام در یک مسجد باشه، مشکل اقتصادیش کم باشه یا نداشته باشه. مشکل اقتصادی اندک بودن که اونا سر پای خودشان استاد بودن. دولت که در قصه از اونا نبود. مردم محله، مردم منطقه به اون مسجد یک کمک میکردن، نان پخته روان میکردن یا یک چیز بخور نمیره که او زندگی میکرد. کسی قسم میکرد، میگفت ما از مسجد ما بچه ها میامدن پشقابکایشان هم میآوردن پشت خانه های ما که امروز نوبت شما هست یا ما آمدیم حق طالب یا حق مسجد میخواییم. میگفت از امو چیزی که پخته کرده بودن در بشقابک خودو پیش میکرد، یک قاشق مثلا خورمه منداخت، یک قاشق یک کس ماست منداخت، یک کس لوبیا منداخت، یک کس برنج. در بین یک بشقاب به 10 رقم غذا شیرین و شور همه چیز اوگک میبرد، باز در خانگکش یا در حجره مسجد باز اوگکان نوشجان میکردن. اما وقتی که در خانه ما این مشکل بیاید، او خب مشکلی بود که زمامدارا، حاکما، حکومتا او را جوابش بر الله میدن.
و اما مردم منطقه هم اگر که فقیر بودن خود جدا، اگر که استعداد یک لقمه نان داشتن که غم همسایه‌شان نخورده بودن، غم امام مسجد نخورده بودن. این کارا بسیارش به قصد بود که دین خار کردن، دین یک وسیله برشان شده بود. به هر ترتیب حال وقتی که در خانه نان گرم نیست که نان باسی بچه ها عادت کنن. در یک مدرسه بود، مدرسه در همی آلمان بود، اونا از نظر اقتصادی مشکل نداشتن، ولی قصدن یکی از شاگردان میگفت که ما در صبحانه ما چای هست و مثلا نان هست و زیتونی هست، پنیر هست، مثلا یکی از صبحها باز زیتون پس میکردن که امروز زیتون نیست، در حالی که بود زیتون. نان چاششون مثلا برنج بوده، پلوش یک سالن بوده، سلاته بوده، یک دانه میوه بوده. یکی از روزا باز میوه را کم میکردن، دیگر روز گوشت کم میکردن. کس پرسان میکرد شما چرا کنید؟ بگو ما میخوایم اینا رو عادت بدیم، هر روز در سرخان خانهشان 3-4 رقم نان میخورن، یک روز یکیش کم باشه، اینا عادت پیدا کنن. دیگر روز 2 تا را کم میکردن، دیگر روز بعد تنها به یک لقمه نان اونا را که چای برشان نان میداد، خلاص. اینا عادت میکنند بر مقاومت پیدا کردنشان. فردا اگر خدای نخواسته البته روزی که سر دیگه مردم ها هست، سر شما سر ما بیایه، ما باید مقاومت داشته باشم. خدا نخواسته از مسیر اصلی بیرون نشم که برم به یک راه نامشروع دزدی کنم، یک چیزی را بیارم باز برای خوردن خودم. از مغازه برم چیز را دزدی کنم که ما امروز خانه ما تخم مرغ نبود. سبحان الله. پس این مشکلاتی که در زندگی انسان میه، این مشکلات باید ما استقبال کنیم، ازش استفاده کنیم، برابرش مقاومت کنیم، برای حلش تلاش کنیم. اون وقت است که ما در زندگی ما موفق میشیم، میفهمیم که با مشکلات آینده چه قسم برخورد بکنیم. مطلب جالب دیگه هست که میگن که برای از که انسان زندگی رو بفهمه، بهتر بفهمه زندگی کردن، باید از 3 جای دیدن بکنه. یکی از اون جایها شفاخانه یا بیمارستان است. وقتی ما بریم داخل شفاخانه ها، بیمارستان ها رو بریم دیدن مریض ها، بریم سیل کنیم، ولو میشناسیم یا نمیشناسیم، برای عبرت بریم، یک دفعه بریم سعی کنیم که مردم به چه حال هستند در شفاخانه. عملیاتی هست، سبحان الله، کسایی هست که به حالت کما هستند، کسایی هستند که شما دیدنشان طاقت ندارین ببینینشان به چه حال هستند. فغان میکنه، آه میکشه، دوا نیست مثلا، یا اگر دوا هست دردش به حد زیاد است که طاقت کردن نمیتونه. مرضهایی رو میبینین که شما نشنیدین اسمشه، شما اونجا رو میگه برین ببینین، برای از اینکه زندگی رو مفهومش بفهمی. تو صحتمند هستی، تو مریض نشدی، تو خبرداری که در بیمارستان ها چه حال است. در همین اروپا در شفاخانه ها نوبت نیست، در معاینه خانه های دکترها نوبت نیست. شما وقتی به یک مرض دچار هستین، تلفن میکنین نوبت میخواین بگیرین، میگه 1 هفته بعد، اما کمترش، اما زودترینش 2 ماه بعد بر شما نوبت میتن، در حالی که در هر چند کوچه و پس کوچه برین معاینه خانه ها هست. در اروپایی که تعریف میکنیم از هر چیزی دیگه مهیا هست، دوا و دکتر شما به اون شکل است. مریض ها در کوچه میمونن، در دهلیز بستر میشن. اینه که من اگر صحتمند هستم، از این نعمتی که الله بر من داده هیچ اصلا قدرش هم نمیفهم. یک بارم دلم نمیشه که بگم خدای شکر که من صحتمند هستم، الهی شکر که من مریض نشدم خدایا. و یا اگر مریضی های کم اندک داریم، بگم خدای قربانت شوم، من هیچ مریض نیستم، من بیخی جور هستم خدایا. تو مرا چقدر دوست داری که و من این مریضی هایی که به دیگه مردم بیچاره برشان رسیده، من نشدیم مبتلا به اون مریضی ها، مرض ها. شما برین میگه اگه میخوای بهتر از اون نعمتی که الله برات داده، تو خبر شوی که در 4 طرف تو چه میگذره.
شما زندان احوالش دارین خبر؟ زندان چه حال است؟ از شکنجه و اینا که بگذاریم، همین قید بودن انسان در یک اتاق اختیار نداره که از اتاق بیرون شود، از پشت پنجره سیل میکنه، در قفس هست. این مظالم دیگی که در حق او زندانی میشه، ایناش که حوصله گفتنش دیگه نیست. شما قدر آزادی تو نمیفهمید. این نعمتی که تو آزاد هستی، میتونی هر جای بری، میتونی هر چیزی بگویی، هر چیزی بخوری، ولی زندانی در اختیارش نیست چیزایی. سبحان الله. حتی اونا برای رفع حاجتشان بعض وقتا ممکن است که وقت برشان نیال پیش وقتش نیست. میگم کسی بود از زندان کابل قسم میکرد، میگفت که زندانبان میامد، باز میگفت که اجازه میداد برای یگان نفر، میگفت برین شما وضو بگیرین. میفهمید که در زندان مسلمان ها زندانی هستن. برو، یکیش میگفت برای من گفت که صبح است، برای صبح میخوایم من برو وضو بگیرم، برای میگه برای عصر تا وضوی گرفته بیایی. سبحان الله. برای عصر نماز صبح است، میگه برای عصر، من صدا میکنه که برای عصر روزه وضو گرفته بیایی. یعنی که تا عصر دیگه تو اجازه نمیتون. اگه او مریض شوه، اگه او در اتاق شد شکست میشه. بعد دیدیم ایناش خب مظالم بالاتر از اوست که بود از زندان است. تنها همی که شما از زندان خبر شوید که از زندان چی گپ است، چرا او آدم حقوق آزادی سلب شده، ولو مجرم است. کسایی هم که جرم کرده باشن زندانی شدن، کسایی هم که مظلوم هستن، بیگناه هستن، زندانی شدن. ولی که دیدن زندانی یا با خبر شدن از احوال زندانی ها خودت برای بهتر زندگی کردن خودت یک درس است. از الله تشکری کنی. خدایا شکر که من زندانی نیستم. خدایا من قدر از این نعمت نمیتونم ادا بکنم. سومش که میگه شما قبرستان زیارت کنید. برین به قبرستان. زیارت به معنای از این کنجا بریم بند بسته کنیم و توق بگیریم و ماچ کنیم و خاک بگیریم. نه، زیارت یعنی دیدن. برین به دیدن قبرستان ها. قبرها را برین ببینید، سعی کنید. شما در سر خاک هستین، اونا در زیر خاک هستن. اونا دوستیشون جمع شده، رفتن و پنجه عدالت الهی دوچار شدن. اوجا حالشون چه هست؟ چه جواب و سوال در اونجا شده؟ اونا حال به کدام حالت؟ آیا این یک حفره از نار جهنم است، یک چقوری دوزخ است، یا یک باغ بهشت است؟ شما زندگیتان که شکر خدایا که من در سر زمین راه میرم، یک روز هم من زیر زمین میرم. شما از یک پند میگیرین و غنیمت بشمارین همین چند سبایی را که الله بر شما مهلت داده و این یقین بدانین که شما هم زیر دو خاک میرین. بنابراین شما در زندگیتون یک تحول میآید. خدایا از روی زمین خواه امروز سبا جمع میشه گلم ما میریم، آیا دو پایان چی حال داشته باشم؟ من یک توشی با خودم ببرم، خدایا دست خالی نرم. وقت تلاش میکنین شما که توشی راهی برای خودتون بگیرید. در شفاخانه که من از غافلگیر کد رفت، در زندانم که جرم بود یا مسائل سیاسی بود یا یک کار بود دست آمد و برد شما را، خدا نکنه شما میگم هم کسی را که برد. گرچه که زندان رفتن مال عیب نیست، چرا؟ سابق مجرمین هم به زندانی، آل بیگناه، آل آدم های خوب به زندانی میکنن. یوسف علیه السلام هم زندان رفتن. بعضی کسا که زندان میرفتن میگفتن اینا مدرسه یوسفیه هست. مدرسه است که یوسف علیه السلام در تربیت شد. سبحان الله. برو کسایی که بیگناه میرن زندان، اونا و زندان اتاقشان برشان عبادتگاهشان هست. حل از یک در رو بند هستن. یک مشکل دیگه هم که یک فایده دیگه هم کردن که مسئولیت از اونا خلاص شده. مثل مای آزاد اونا مسئول نیستن، او در قید است، در بند است. از اون دیگه الله پرسان نمیکنه که تو چرا نرفتی مردم دعوت نکردی، از ما پرسان میکنه.
اگر او باز در زندان زمینی دعوت در زندان برش میسر می بود، 4 تا هم اتاقی خودش که اونا اگر بے بهره بودن از دعوت، اونا رو دعوت باید بکنه. او هم باز از شکنجه و زدن زندانبانا نمیترسه. سبحان الله. پس ما از این 3 جای برای بهتر فهمیدن زندگی ما بهره مند شویم، پند بگیریم، استفاده بکنیم. چی بود؟ شفاخانه بود، زندان بود و قبرستان بود. قبرستان مثل که بگویم زمینی است که امروز در سرش راه میریم، ولی فردا سقف خانه ما است. خبر خانه ما میشه و سطح زمینی که ما در سرش راه میرفتیم اولی سقف خانه ما میشه، سقف اتاق ما هست. و برای رفتن به او پایان باید که تلاش کنیم. در دقایق آخر برنامه هستیم. ما امیدوار هستم که از این صحبت ها استفاده شده باشه و باز تکرار برنامه ها را انشاءالله ما میبینیم. همون 5 شنبه و 1 شنبه تکرار برنامه های ما است و روز جمعه ساعت 6 وقت آلمان و 8 وقت سعودی ببخشید وقت مکه مکرمه برنامه زنده ما یا لایف نشر میشه. اگر تلفن ما اونجا هست و بعض وقتا اگر در ایمیل های ما اگر شما سوال داشتین، پرسانی داشتین، انشالله در خدمت هستیم. امیدوار هستم که الله منان باز برای ما و شما فرصت عنایت بفرماید و در برنامه های دیگر فعالتر و با نشاط سهم بگیریم و ادای مسئولیت بکنیم. من از حضور عزیزایم رخصت میگیرم، شما را به الله منان میسپارم. شب و روز شما بخیر باشه. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. أوحى به الله وحيا ففاض نور وأحيا به وللحياة ربيع ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید.